سازمان موسوم بر رواداری که در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند ادعا کرده که نتایج بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که در سال 2023 میلادی طالبان و افراد ناشناس مرتکب قتل‌های هدفمند و غیر قانونی شدند. این سازمان دیروز 2 مارچ با نشر گزارش 30 صفحه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنین گفته که در جریان سال 2023 میلادی کشته شدن حداقل 506 تن و زخمی شدن 266 تن دیگر در نتیجه رویدادهای مختلف نقض حقوق بشری در سراسر افغانستان توسط این نهاد مستندسازی شده است. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این گزارش سازمان موسوم بر رواداری چیز نگفتند. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، یک باشنده ایالت کرالا در راه پیوستن به گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان دستگیر شد. نشریه هندو پست از این فرد به نام ثناءالاسلام یاد کرده گفته که او پس از تحقیقات ادارات استخباراتی افغانستان دستگیر شده و فعلا در قندهار تحت توقیف قرار دارد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ثناءالاسلام از طریق تاجیکستان به افغانستان رفته بود و قصد پیوستن با گروه دولت اسلامی را داشت که در افغانستان فعال است. رسانه‌های هند نگفتند که ثناءالاسلام چه وقت و در کدام منطقه افغانستان دستگیر شده، اما گفتند که حکومت طالبان مقامات هند را در مورد این دستگیری مطلع کردند و مذاکرات در مورد اقدامات بعدی ادامه دارد. حکومت طالبان میگوید که صدها اثر تاریخی از مس عینک به کابل فرستاده شده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز شنبه 2 مارچ در شبکه اکس توییتر سابق از قول ذبیح الله سادات رئیس باستانشناسی حکومت طالبان نوشته که 400 اثر باستانی مربوط به دوره کوشانی ها که اخیراً در ساحه معدن مس عینک کشف شده بود به موزیم کابل فرستاده شده است. استخراج و بهره برداری از معدن مس عینک سالها به دلیل موجودیت یک شهر بزرگ باستانی بودایی در ساحه معدن به تعویق افتاده. نظام جمهوری مخلوع افغانستان استخراج این معدن را با یک شرکت چینی قرارداد کرده بود، اما آغاز آن سالها به تعویق افتاد. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 پروژه مس عینک را احیا کردند و تلاش میکنند با استفاده از این پروژه برای نزدیک شدن با چین استفاده کنند. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا روز شنبه 2 مارچ گفت که اسرائیل اساساً چارچوب آتشبس پیشنهادی در نوار غزه و توافقنامه آزادی گروگانها را تایید کرده و اکنون بر عهده گروه حماس است که با آن موافقت کند. حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول این مقام امریکایی که از افشای نامش خودداری کرده می گوید که اسرائیلی ها کم و بیش این پیشنهاد را نپذیرفتند که شامل آتشبس 6 هفته‌ای در نوار غزه و همچنین آزادی گروگانهای آسیب پذیر از سوی حماس می شود که بیماران، مجروحان، زنان و سالمندان را شامل می شود.